درود دوستان، حاضر پخش مستقیم ACA رو از قزاقستان تماشا کردم و میخواهم فکری خود را درباره ورزشکاران تاجیک بیان کنم. شروع میکنیم از بهروز غروف. خیلی مسابقه خوب نشان داد و رقیبش خیلی پرقوت بود. 14 مسابقه برد داشت، یک تا باخت. خیلی سخت بود و از داغستان. و میدونی بچه‌ها، من خیلی خوشحال هستم که ورزشکارای تاجیک برابر ورزشکارای داغستان، چچنیا خیلی خوب عالی جنگ میکنن و حتی میبرن این ورزشکارای داغستان و چچنیا رو. امروز شاهد اینم که بهروز غروف یکی از ورزشکاران بهترین داغستان رو برد، با مقابل اون دست بالا شد. ورزشکاری دوم اعظم غفورов ورزشکاری ارمنی رو شکست داد. ورزشکاری ارمنی نخواست جنگ کنه، همه وقت میخواست از پای گوشتین گیرد، از راستا جنگ کردن میترسید از اعظم غفورov و همیشه میخواست که با اعظم غفورov گوشتین گیرد و باخت. اعظم غفورov با قرار یک دیلانه داوران مسابقه رو برد. ما اعظم غفورov و بهروز غروف رو با این بردشان تبریک میکنیم. دوستان در کامنتاری ها تبریک کنید بهروز غروف و اعظم غفورov رو. و درباره محیدین خلف، برای چی من محیدین خلف رو اخیراً دربارش گپ میزنم؟ برای که محیدین خلف یک سال برآمد نداشت در MMA، یک سال مبارزه نداشت و بعد یک سال مقابل بهترین ورزشکاری که یگان باخت نداره از اسیتیا، ورزشش خیلی عالیه، بهترین، خیلی پرقوت است و یگان باخت نداره، مقابل همین ورزشکار اومد. فکر میکنم که این خطای سخته بچه‌ها. وقتی که تو یک سال برآمد نمیکنی، یک سال جنگ نمیکنی در اکتاگون و تو در میبری مقابل یک نمیدونم مقابل چمپیون جنگ میکنی، این یک خطاگیه. باید که محیدین خلف مقابل یگان ورزشکاری که اونقدر پرقوت نیست جنگ میکرد، همون چیشه بهتر میکرد. چون که یک سال آدم که جنگ نکنه تو فراموش میکنی، فراموش نمیشه همه وقت چی میشوی. فکر کنم که انا با قول روسو انا استرس داری، همون یک هراس داری. باید که یگان ورزشکاری نیمیانه را تو بزنی که با همون هیجان خوب شوه و با باوری بسیار پیدا شوه، بعد مقابل یگان ورزشکاری خوب جنگ کنی. محیدین خلف خطاگی سخت کرد. بچه‌ها من تماشا کردم، هر یک نمیدونم هر یک مینوت همین هر یک دقیقه همین راوند محیدین خلف همش باخت. با قرار یک دیلانه داورا باخت. نمیدونم این یک خطاگی بود. باید نمیبرمد، باید مقابل یگان ورزشکاری پرقوت نمیبرمد، باید یگان نیمیانه یگان ورزشکاری کمتر تجربهش سستر میگرفت جنگ میکرد. بعد وقتی که همون چیش که خوب میشید، باوری زیاد میشید، بعد با مقابل یگان بهترین جنگ میکرد میشید. بچه‌ها کدومی که تماشا کردگی فکر خودتون نویسید، شما چی فکر داره در باره محمد خلف؟ به هر حال این ورزش های ما با محمد خلف بردباری ها میخوایم، باور داریم که به زودی برمیگرده و ان شاء الله که در آینده مسابقه های خوب نشون میده و میبره. بچه‌ها فکر خودتون نویسید در کامنت ها. اعظم غفورov و بهروز غروف رو برای بردشان تبریک کنید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. ان شاء الله که من همه خبرهای خوشی ورزشی و ناخوشی ورزشی رو به شما پیشکش میکنم. خدا یار و یاورتان باشه.